سلام، به چنل متادو خوش اومدید. امروز قراره یه اپلیکیشن رو از صفر طراحی کنیم و مفاهیم پایه و بیسیک فلاتر رو یاد بگیریم. با من همراه باشید. بریم برای طراحی اپلیکیشن. من یه بار ویدیو رو ضبط کردم ولی مایکم وصل نبود و الان من میتونم به شما اینو نشون بدم که چی ساختیم و امروز میخوایم اینو طراحی کنیم. شاید خیلی ساده به نظر بیاد ولی برای شروع خیلی از مفاهیم رو به شما کامل میگم که شما یه درک اولیه داشته باشید و ما ویدیو به ویدیو، سطح به سطح پیشرفت میکنیم و اپلیکیشن رو توسعه میدیم. خب دیگه من تصویرم کوچیک کنم که شما کاملا کدا رو ببینید و به کدا تسلط داشته باشید. فکر کنم گوشه باشه مزاحم کسی نباشه. خب تصویرم میذارم این وسط. آها پایین. خب اینو میبندم. خب برای اینکه یه دونه اپلیکیشن درست کنیم ما باید همه موارد مورد نیاز رو نصب کنیم که شما وقتی که بیاین تو ترمینالتون تو اینترنت کاملا نوشته، ولی میتونید حالا این کامند رو بزنید پلاتر دکتر همشون کوچیک و اینتر رو که بزنید به شما میگه که دارید چیزایی مورد نیازو یا نه. الان من همه چیو دارم دیگه، آماده ساخت اپلیکیشنم. کنترل شیفت پی رو میزنید و فلاتر رو سرچ میکنید، فلاتر نیو پروژکت رو پیدا میکنید و اپلیکیشنتون رو انتخاب میکنید. میخوایم اپلیکیشن بسازیم، بالاخره یه اپلیکیشن سیمپلی خودش ساخته باشه که ما رو اون توسعه بدیم و میگه اسم اپلیکیشنتون چی باشه. من میگم فلاتر تست متادو اینتر. خب اینجا همه فایل‌های مورد نیاز رو برای من کرییت میکنه، درستشون میکنه و من اینجا یه اپلیکیشن سیمپلی دارم، یه اپلیکیشن دمو به قول خود فلاتر، اینجا نمیشه فلاتر دمو و ران میکنم اپلیکیشنمو. منتظر میمونم ران شه. یه آبی بخورم تا موقع. آها اومد. خب یه اپلیکیشن خیلی ساده است که یه دونه اپ بار داره اینجا، یه ویژت داریم اینجا. بچه‌ها اینا ویژت هم، ویژت تکست، ویژت عدد، اینا این میزنم روش این عدد میره بالا. کاری نداره. این اول که اومده اپلیکیشنشو صدا کرده، بعد اینجا یه سری کدها نوشته که من این کدها رو پاک میکنم سردرگم نشید. از همین اول، از همین کلاسش که تعریف میکنم من پاک میکنم همه چی. و اینجا میگه که خب اون کلاسی که گفتی الان کجاست، تعریف میکنیم کلاسو. اینجا فقط شما باید اینو بدونید که برنامه که دارید میسازید استیتلس یا استیتفوله. استیتلس به چه معناست؟ به این معناست که وقتی شما دارید اپلیکیشنتون رو اجرا کردید قرار نیست پردازشی توی اپلیکیشن صورت بگیره حین اجرا، ولی استیتفول قرار پردازش صورت بگیره. خب ما قراره فقط یه دونه تکست بسازیم توی اپ بارمون، پس قرار نیست پردازشی صورت بگیره در حین اجرا. در نتیجه ویژتمون از نوع استیتلس تعریف میشه. اینجا می‌نویسم استیتلس W، اینو که بزنید برای شما یک شورتکاتی آورده که وقت شما رو نگیره. اگه این شورتکات رو ندارید باید بیاین این اکستنشن رو دانلود کنید. این اکستنشن رو دانلود میکنید، 347,000 نفر هم دانلود کردن تا الان و کلی شورتکات مختلف داره که شما کارتون سرعت بیشتری پیدا کنه. خب برمیگردم به همین فایل مینم. اینا اسمشون رو یکی میذارن که بشناسن. کلاس مایب، این هم مایب. این خط برای بعد هاست، یعنی حرفه‌ای که شدید با اینم کار داریم، ولی فعلا من پاکش میکنم. خب حالا شما اپلیکیشن رو تعریف کردید و بیلدش کردید، ریترنش کردید. چی رو ریترن کردید؟ یه دونه متریال اپ من ریترن میکنم. اینجا می‌نویسم متریال
اگه میپرسید چرا متریال اپ، به خاطر اینکه پکیجمون متریال اپه و متریال اپ یه جورایی همون فلاتر، فقط ویجتاشو ایمپورت میکنم که بتونم ازشون استفاده کنم. وقتی ریترن کردم متریال اپو توش اگه الان برنامه اجرا کنم شما ببینید، آها نه میگه که نمیتونی خالی بذاری، نمیتونی برنامه اجرا کنی چون برنامه هنوز هیچی ننوشتی. یه دونه حالا صفحه هوم بنویسید که اسکافولد باشه، یه صفحه سفیدی به شما میده، چیز خاصی نیست، زیاد درگیر مفهومش نشید. و اگه الان برنامه‌مو اجرا کنم اینجا یک صفحه سفیدیه، این دیباگ فقط یکم رو مخمه. من اینجا اگه بزنم دیباگ شو چک، اینجا میزنم فالس نباشه آقا. الان میبینید که اینم رفت، یه صفحه سفیدیه. من میام یه اپبار تعریف میکنم و اینجا خودش بهم پیشنهاد میده که تو اپبار باید چی بذارم. معمولا وقتی این شکل رو میبینید خود اپباره و میگه که چه خطایی داد، میگه که این ویژت و باید از این پرانتزا داشته باشه. خب الان اپبارم تعریف کردم، یه اپبار آبی دیفالت برای خودش گذاشت. حالا من میتونم اینا رو همه رو کاستومایز و شخصی سازی کنم و من میام میگم که خب تو بیا تو این اپبار من یه دونه تایتل بزن. تایتل هم میخوام یه نوشته باشه، لوگو اینا نیست، یه نوشته است. این همون رو قبله. و میگه که این تکست باید حتما از نوع استرینگ باشه. خب کوتیشن هامو میذارم و یه متنی مینویسم به دلخواه، هر چی که میخواد باشه. و الان اگه اجرا کنم میبینید که اومده متادو. میخوام متادو رو وسط بیارم. حالا مثلا اینکه وسط بیارم، شکلش رو تغییر بدم، رنگش رو تغییر بدم، شاید شما گیج بشید در اول کار که من چجوری باید این کار رو انجام بدم، چجوری اون کار رو انجام بدم، این کار چجوری بسازم. گوگل معمولا برنامه‌نویسای حرفه‌ای همیشه از گوگل کمک میگیرن چون فراموش میکنن برنامه‌نویسی رو. درش من میام تو گوگل و حالا قبلش سرچ کرده بودم، میام میگم که آقا مثلا من این تکستمو مثلا چجوری الاین کنم، چجوری مثلا مشخص کنم جاشو. این فلاتر حتما تو فلاتر رو بنویسید که با CSS و اینا قاطی نکنه. مثلا میاد میگه که چجوری میخواین الاین کنید. اینجا مثلا سایت استک اوورفلو سایت مطرحیه، داخلش رو اینجا گفته کالم یا کانتینر تعریف میکنید. این تابر رو اینو مینویسید، الاینمنت میشه. من همینو مینویسم. الان میام برای تکستم وقتی آلت و اینتر رو بزنید این صفحه کویک فیکس برای شما باز میشه. من میام اکشن یه کانتینر تعریف میکنم و اینجا خیلی مهمه، میام توی کانتینرم یه دونه الاینمنت رو میام تعریف میکنم، ولی بهم میگه که چی؟ میگه که فاصله با ویرگول باید بدی اینا رو. خب فاصله هم اینجا باید فاصله بدم باشه. خب این کانتینر در واقع میاد یک کانتینری برای من خلق میکنه، میاد یک انگار یک فضایی برای من درست میکنه که من بتونم به اون تابم دستور بدم. و الان بهش گفتیم که برو سمت چپ وسط، الان بهش میگم بیا وسط سمت راست مثلا، الان میاد اینجا. یا مثلا بهش بگم نه برو سنتر، برو وسط، میاد اینجا. خب حالا برای اینکه تکستم بزرگتر کنم بازم از گوگل کمک بگیرید، یعنی همه چی رو میتونید از گوگل کمک بگیرید. مثلا تکست من سایزش رو چجوری تغییر بدم توی فلاتر و اینجا مثلا میاد میگه که خب تکست استایل یه ویدیو داره، کلی آموزش داره که چجوری بولدش کنید، ایتالیکش کنید، سایزش رو تغییر بدید. خب میگه میخواین اگه سایزش رو تغییر بدید یه دونه این ویرگولا بزنید و بعد بیاین بگید که استایلش فلان فلان فلان. خب پس یه استایل تعریف میکنیم، یه استایل تعریف میکنیم، یه تکست استایل میدیم. خب اینا رو ما بریم تو اپلیکیشن پیاده کنیم. یه دونه ویرگول، یه دونه استایل، یه دونه تکست استایل، و اینجا کلی گزینه داره که من میتونم با کنترل اسپیس بیارمشون دوباره. مثلا اگه اینجا کنترل اسپیس و رنگ، بک‌گراند، فونت سایز و اینجا الان میتونم فونت سایز همو بنویسم مثلا 15.
نه 15 کم، مثلا 55 45 و میبینید که شاه بزرگ شد. خب این یک طرح خیلی ساده است. کم کم این اپلیکیشن توضیح میدیم، کم کم موضوعات تخصصی تر رو بررسی میکنیم و تا همینجا کافیه. مرسی که این ویدیو رو دیدید. خدا نگهدار.